تحفه میلیونی آریانا سعید، هنرمند مشهور افغان، برای راشد خان، کرکتر محبوب و مشهور افغانستان. آریانا سعید در کدام کشور زندگی می کند؟ حمایت وی از تیم ملی کرکت افغانستان و گفته های تازه آریانا سعید در مورد عروسی راشد خان آرمان. راشد خان عروسیش در کجا برگزار شد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید، هنرمند محبوب کشور، یکی از ستاره های ماندگار در هنر موسیقی افغانستان. آریانا سعید که لقب ملکه دلها را از طرف دوستداران و طرفدارانش کسب کرده است، هنرمند بین المللی افغان بوده است و همواره حمایت خودش را از تمامی ورزش های کشور اعلان کرده است. آریانا سعید علاقمند خاص تیم ملی کرکت افغانستان بوده است. نه تنها آریانا سعید بلکه حسیب سعید هم علاقه فراوانی برای تیم ملی کرکت داشته است. این همه در حالی است که آریانا سعید برای کارهای سیاسیش سفرهای متعددی به کشور امریکا داشته است، ولی همواره تلاش داشته است تا در حمایت تیم ملی کرکت افغانستان از خود شایستگی نشان بدهد. آریانا سعید برای اولین بار برای راشد خان آرمان، کرکت باز کشور، تحفه ورزشی $100,000 امریکایی ارسال کرده است. این کار آریانا سعید مورد حمایت گسترده افغانها قرار گرفته است و اما وی را بار دیگر من حیث ملکه افغانها تشویق کرده است. قرار است راشد خان آرمان بار دیگر در کشور دبی با حضور آریانا سعید محفل عروسیش را برگزار کند. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای آریانا سعید از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان بانو آریانا سعید به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، هر یک از شما خوب آن را به الله منان سپرده موفق کامیاب باشید.